خب سلام میکنم خدمت فالوورای محترم ماهواره شیرازی ها. پایان نصب ماهواره مرکزی در منطقه پدونک شیراز. خب ما اینجا دو جهت اصلی بدر و یاست رو کار کردیم. حالا اینم که گردون واسه یکی از واحدا نخواسته حالا بس کنه به مرکزی، خودشون گردون بس کردن تا خودمونم این کار انجام دادیم. خب این جهت یاستمونه. کابلا از داخل لوله فلکسی بالا رفته. اینم جهت بدرمون. کابلا رفته بالا. خودشون یه تابلوی تدارک دیده بودن که این تابلوه. متاسفانه سایز تابلوی خورده کوچیک بود دیگه، خیلی نخواستیم شلوغش کنیم تابلو. البته خب کوچیک بود دیگه، با حداقل سایز 50x70 باشه. چون کابلاشون همه اومده بود اینجا دیگه، ما مجبور شدیم. این کابل هم که میبینین آویزونه واسه همون گردونه هست. کابلا مرتب منظم کشیده شده. محافظم که گذاشتیم واسه شون. برقش رو بس نکردیم، الان بس میکنیم. اینم دو جهت رو که دادیم. البته با آنتن هوایی هست، کار ادغامیه. حالا من زومم میکنم، اومده داخل این. نظراتتون رو واسمون زیر پست حتما کامنت کنین، استفاده میکنیم از نظراتتون. داگ کشی هم نخواستن در ضمن، چون جا هم خیلی کم داشت دیگه. 26 واحده ولی مولتی سویچر 32 هست. همیشه ما چند تا زاپاس میذاریم به قول معروف. ماهواره شیرازی ها رو دنبال کنین. ممنون و متشکر. روزگار خوش.